همه چی بر ما گذشته. نمیخوام از رفتن اسماعیل با غم و غصه چیزی بگم، چون رفتنمون که برای هممون طبیعیه، هممون میریم بالاخره. اما واقعا من بعد یک خاطرات نزدیک 60 سال حرف میزنم که میخوام تا یه روز، 10 روز، 1 سال، 100 سال دیگه اگه باشم با اون خاطرات همونو ادامه بدم. واقعا اسماعیل یک چیز خاص، یک شخصیت ویژه داشت. مهربان، رقیق القلب به معنی محبت آمیزش، به معنی عشق و دوستی و صفا. این مهربانیش همه شمول بود. واقعا این که بگم به نزدیکاش یا خانواده یا اینا تنها بود، نه، با همه همینجور بود. کم حرف میزد، اما وقتی هم حرف میزد قشنگ حرف میزد، بخصوص وقتی که حالش هم خوش بود. ما روزگاری داشتیم، جوانیمون از دانشکده با حالات خوش شروع شد و تو باغ ماسو رو توی بقیه زندگیمون همینجوری ادامه داشت و هنوزم ادامه داره. من تمام شده تلقیش نمی کنم. اسماعیل چیزی بود که بود، همونی بود که همیشه نشون میداد. این سالهای آخر به خصوص من خیلی دیگه به دلایل ویژه‌ای باش نزدیک بودم و نزدیکتر بودم. مبارک و مبارک، جشن تولد اسی جون مبارک و مبارک، مبارک و مبارک. دست بزنید و شادی کنید، همگی بگید مبارک و مبارک، مبارک و مبارک. دست تولد اسی جون مبارک و مبارک، مبارک و مبارک. جمع دوست بود، خیلی بچه ها رو دوست داشت، خیلی همه رفیقامون رو عاشقانه باشون دوست رابطه داشت. وقتی برای 40مین سال ورودمون به دانشکده تو میگون تلاش کرد که دور هم جمع بشیم، نمیدونید چه حال و هوایی داشت، چقدر شاد و سرحال و چقدر پرتوان و انرژی بود. واقعا همه چیز اون خودش جمع و جور کرد و اونجا هم که تمام شد انقدر ذوق زده و خوشحال بود از این همه عشق و محبت رفیقانه که گفت 50 سالگی هم براش برنامه گذاشت و حتی گروه 50 سالگی اون هم درست کرد. اما خب زندگی دیگه نشد. بازم سلام به همگی، خوش اومدید. انشالله که مهمونی خودتونه. من همیشه گفتم ما فقط چیز کردیم، سعی کردیم همه رو یه طوری دور هم بیاریم. خودتون صاحب مهمانه هستین، ما صاحب نیستیم. بعد تقریبا از حدود مرداد ماه بود، منزل آقای نخعینا بودیم، شما بودین، آقای چمنی بود، آقای گلناریان بود. پیشنهاد آقای گلناریان این بود که یه دفعه ما رو متوجه کرد که امسال 40مین ساله دیگه. همین موضوع که شروع شد پیش رو گرفتیم کم کم. خیلی کار سختی بود، یعنی پیدا کردن آدرس ها، ایمیل ها، حتی اسامی. یعنی دیگه ذهنمون بعضی وقتا یاری نمیداد که مثلا هم کلاس اسمشون یا کم کم جمع شدن، اسمها همه درست شد دیگه. غلام خیلی کمک کرد توی این انگیزه ای که ما شما رو اینجا جمع کنیم. یعنی با اون عکسایی که غلام به ما میداد باعث میشد یه تجدید خاطره در ذهن شما ایجاد بشه که تشویقتون کنه حتما شرکت کنید. ما از این سیاست خیلی سود بردیم از با عکسای غلام که کم کم عکس‌ها رو به شما میدادیم، همه هم یه جا نمیدادیم که چیز کنیم، به تدریج عکس میدادیم، خاطره ها رو بازگو میکردیم. تو این مراسم حتی اون موقع هم ما یه یادآوری کردیم از دوستانی که همدوره بودن و الان بابا نیستن.
آره. خلاصه دیگه همینطور این کار انجام شد تا دیگه اینجا شدیم هم دیگه رو دیدیم و اینا. ممنون.